افتتاح مرکز زبان کореاگی دانشگاه ملی جانبوک جمهوری کره در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان قدم مهم در سمت رشد همکاری بین المللی و آموزش زبانهای خارجی ارزیابی گردیده. دانشجویان تاجیک توسط این مرکز امکانیت بهتر آموزش زبان کореاگی و شناسایی با فرهنگ کره را پیدا می نمایند. همکاری دانشگاهی بین تاجیکستان و کره نه تنها به تکمیل ملکه‌های زبانی مساعدت می کند، بلکه رابطه‌های دوستی و فرهنگی را بین دو ملت تحکیم می بخشد. همزمان مرکز بین المللی همکاری دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان و دانشگاه ملی جانبوک به فعالیت آغاز کرد. افتتاح این دو مرکز زمینه استوار برای تحکیم رابطه‌های علمی تحقیقاتی، تبادل دانشجویان و استادان و عملی گردیدن برنامه‌های مشترک تعلیمی میباشد. این مرکزها با مقصد براه ماندن نظارت همه‌جانبه در سمت عملی نمودن تأکیدهای پیوسته پیشوای ملت محترم امام علی رحمان آید بر رشد همه‌جانبه زبانهای خارجی در سمت رشد و انکشاف بسیار زبانی تأسیس داده شدند. پرزیدنت دانشگاه ملی جانبوک جمهوری کره در دایره سفری خویش به دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی از ازارخانه دانشگاه بازدید به عمل آورد. مهمانان با اکسپوزیسیای تالارهای نمایشی شناس شدند. در جریان بازدید به مهمانان معلومات مفصل آید به تاریخ و فرهنگ پرغناوت ملت تاجیک، سهم دانشگاه در رشد معارف و علم در سده گذشته و دستاوردهای آن در دوران صاحب استقلالی ارائه گردید. همچنین ضمن یک جمع آمد پرزیدنت دانشگاه ملی جانبوک جمهوری کره آ بانگ ینگ با عنوان افتخاری دکتر فخری دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی سرفراز گردانیده شد. ابراز گردید که این اقدام در زمینه گسترش همکاری‌های دوجانبه صورت گرفته برای تحکیم مناسبت‌های دوستانه و توسعه رابطه‌های علمی تحصیلاتی نقش کلیدی خواهد داشت.